آرش چه اتفاقی داره میافته؟ نمیدونم. تو چیزی یادت میاد؟ خونه بودیم، شام خوردیم. چیه؟ چیز دیگه یادم نیست. چه بلایی داره سرمون میاد؟ سلام بچه ها، شما منو نمیشناسین ولی من شما رو خوب میشناسم. نمیشناسی؟ نمیدونم، تو میشناسی؟ نه. امروز قراره یه بازی با هم بکنیم. جلوتون یه اسلحه قرار داره که فقط یه دونه تیر توشه. ها، این همون بازی است که باید به خودمون شلیک کنیم یکیمون آخرش زنده بمونه. آفرین، درسته. آرش چیه؟ ببین، فکر کنم دوربین مخفیه. معروف میشیم. خب اوکی طبیعی رفتار کن. تو رو خدا بهمون رحم کن. تو رو کمک. خدا این کارو با همون نکن. من نمیخوام توی این بازی باشم. خدایا، تو رو خدا بهمون کمک خواهش کنی. میکنم. نه. آقا چیکار دارین میکنین؟ خب اوکی کی شروع کنه اول؟ من اول شروع کنم. بر چی تو شروع کنی؟ میخوای سنگ کاغذ قیچی کنیم؟ آره سنگ کاغذ قیچی بریم. خب سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. خب باشه. مثل اینکه برای مردن خیلی عجله داری. وای نه آرش نمیریم. حالا چیکار کنیم؟ میریم. آقا صبر کن، اصلا من اشتباه کردم. آقا بفرمایید بیرون، خواهش صبر کن، دقیقه تیر نزن. آقا صبر کن، آقا من اشتباه کردم. بفرمایید بیرون، خواهش میکنم. اصلا رو بزنید زمین، بریم بیرون. آقا اصلا hell no. چرا چیزی نشده که؟